سلام و درود، چه دارید بچه اسرائیل است. امید و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو من در چنل یوتیوب. بچه امروز اومدم بهتون آموزش بدم تو فعال کردن زاویه و پروپلیری. آقا شما الان بذارید بازی من لود بشه. فقط یه چیزی، زاویه شما رو چند برابر میکنه که شما بتونید خفن‌تر با شاتگان یا استایپ یا اگر خواستی 360 درجه بزنید خیلی قشنگ بزنید. آموزش 360 درجه میدم بهتون، چیزی نیست، اونم فقط باید تو 4 تا کارو تو مثلا هم 4 تاشو تو یه بار انجام بدی. مثلا یه دونه بپر، یه دونه نشونه گیری، یه دونه مثلا شلیک یا مثلا نشستن، اینا رو باید تو یه زمان بزنی. خب برای ما لود شد. شما میاین اینجا ستینگ، حالا هر جا میتونید بیاین، فقط من ستینگ از الان اومدم تو ستینگ دیگه. یا ستینگ نکنید، اگه الان دیده میشه اینا هاشش. این ستینگ اوکی، این الان ستینگ و این که میزنیم آقا اونو میزنیم. اینجا یه چیزی داره با سلک، نمیدونم با سلک درست تلفظ میکنم یا نه، تو کامنت ها شما حتما به من بگید. اینجا شما اینو میزنید. نه اولا اگه 2025 یعنی در همون زمانی که من دارم این ویدیو رو آپلود میکنم، باید شما یه کاری انجام بدید. این براتون میاد، نکنید نه وایسی بچه ها، این براتون میاد نکنید دقیقا همین. شما اینو میزنید و اینطوری میشه. پس ببینه و اینجا رو میزنید. این الان مولتیه منه، شما میزنید بچه. خب بچه میبینید میای پایین نه زیادم نمیاد. آکا اینو میبینید، اینو 100% میکنید. اینو 100% میکنید. اگه دیدید بازم نشد، اینو 100% میکنید یا اینو 100% میکنید یا میاید دیگه. آره خب بچه خیلی یک گیم پلی هم آقا ازش بریم که بهتون بگم آقا الکی نیستش. خب بچه اینجا شما الان من رفتم تو بخش یک نفره و همون که میگن یک گیم پلی از تفنگ بریم و اینا همش اینجا. خب من شاتگان انتخاب کنم، شاتگان پلیرم و براش اتچمنت میسازم. حالا چون میخوام زاویه رو بهتون نشون بدم دیگه، باید حتما براش اتچمنت یه دونه ایزی میچینم، یه دونه اینو میچینم. اوکی حالا بریم. آقا نها کنید الان چقدر زاویه خوبه. نها کنید من الان اینا رو آدم میکنم، یعنی نشونه گیری برشون میدارم. خب درست شد آقا، نها کنید چقدر زاویه رو خوب انجام میده. بازیم لگ گرفت. اینم دومی کی، اینم سومی. اگه میخواید نمیدونین اینا رو از کجا بردارید، دوباره بهتون گفتم بیاین هم اینجا مثلا میخواید متیک بردارید، آخری رو میزنید اینجا، وسایلایی که متیک کلا میان. من حالا اینو میزنم براش که نمیتونم اتچمنت بسازم چون خودش اتچمنتش پر. حالا آقا من با این میزنم. اینجا شما باید یه کاری کنید. اینجا اینا رو من میزنم
اینجا الان برای من 1 نفر شد. حالا اینو نگاه کنید زاویه رو. خب بچه ممنون که تا آخر ویدیو با هم بودید. اگر از این ویدیو خوشتون حتما لایک کامنت سابسکرایب فرمودید نشه زنگ کنشون بزنید. با خبری که هر وقت ویدیو آپلود کردم زود با خبر میشید. خیلی دوست دارم تا ویدیو بعدی. بدرود.